بابای حاجی من oila دارم، یعنی مقصد زن دارم. در حیاتم یک بار زنا کردم. 6 ماه پیش سخت پشیمانم از این کار کردم. من با زنم از نو نکاح کنم یا نکنم. کسی زنا میکند یا کسی شراب نوشی میکند یا کسی حق مردم میخورد یا کسی پاره میخورد، ولی باز در برابر این کارها را حلال میشمارد. میگه هر کسی که میگه گفتن میگیرد این یک سفسطه است، مقصد نعوذ بالله، یا این یک چیزی بیهوده است. من تا وقتی هستم این کار ما میکنم، انا این انسان برادرای عزیز با این سخنش که بر علیه آیت قرآن و حدیث پیامبر که مقابل هست، این حالت این آدم از دین خارج میشود. از دین که خارج شد، البته ضربه اولین هم بر همین ایمانش هم که باشد، بر نکاحش هم هست.